اگه چیزی از عربی متوجه نمیشی، میخوای بشینی سر جلسه امتحان، این ویدیو خوراک خودته، یعنی نجاتت میده. از اونجایی که این ویدیو رو پارت بندی کردم میتونی اون قسمت هایی که مشکل داری رو نگاه بکنی. اول درس میدم، همراهش نمونه سوال حل میکنم، بعد یه نمونه سوال کامل براتون انتهای ویدیو میذارم که با هم دیگه باز اون رو هم دوباره ان شاءالله حل بکنیم. خب قسمت اول، چون من میدونم که بیشتر شما مشکلتون روی قواعده، چون بالاخره خوندن لغت کاری که خودتون میتونین انجام بدین یا حفظ کردن ترجمه متن درس های کاری که شما خودتون هم میتونین انجام بدین، بیشتر روی قسمت قواعد و چیزای ساختاری و گرامری مشکل داریم. به خاطر همین من اول با قواعد درس ها شروع میکنم. اعداد که تو درس دوم ما قرار میگیرن، چرا درس یک رو نمیگه؟ چون درس یک خوش مرور متوسط یکه، باز جلوتر میگم که چه سوالایی ممکن ازش بیاد. اعداد تو زبان عربی به دو دسته تقسیم میشن، اصلی و ترتیبی. عدد اصلی مثل 1 2 3 4، ترتیبی مثل یکم، دوم، سوم و چهارم، یعنی آخر عددهای ترتیبی داره. این عددها رو ما توی عربی از کجا بشناسیم؟ بگم ببین، عددهای ترتیبی توی عربی حرف دومشون آ هست، البته بعد از اینکه ال رو کنار گذاشتی دیگه حرف دومشون آ هست. مثل چی؟ مثل ال رابع. ببین الش که حساب نیست، خب رابع حرف دومش چیه؟ آ دیگه، به خاطر همین ترتیبیه، تموم شد. مثلا الخامس، مثلا التاسع، مثلا العاشر. اینا عددهایی هستن که بهشون میگیم عددهای ترتیبی. حالا یا میخواد بشه پنجم، یا میخواد بشه ششم، یا میخواد بشه نهم، مهم اینه که ترتیبیه. و عددهای دیگه هم که به شما معرفی عددهای اصلی دیگه، خب این به اصطلاح الف رو در حرف دومشون ندارم، مثل تسعت، مثل عشر، مثل خمست، مثل سبع، مثل ستت. این عددها عددهای اصلی هستند. خود شماره عددها رو باید یاد بگیریم بچه ها. مثلا یک چی میشه، دو چی میشه، سه چی میشه، چهار چی میشه. حداقل تا 10 رو یاد بگیرین، تا 10 رو حداقل یاد بگیرین میگه چه شکلی ساخته میشه. منم براتون الان مینویسم، این بالا براتون مینویسم یه بار، شما هم تو ذهنتون داشته باشین. واحد یعنی یک، تنها عدد اصلی که حرف دومش آ هست. اسنان یعنی دو. سلاست یعنی سه. حالا تیگرد میتونه باشه میتونه نباشه، حالا دوست نداری بذاری تیگرد رو نذار. اربع. خمس، پنج. ستت، شیش. سبعت، هفت. ثمانیت، هشت. تسعت، 9 و عشر یا عشرت هم میشه 10. یه کمکت بکنم یه کمی بهتر حفظش بکنی. واحد و اسنان که مشخص یک و دو هن. سلاس و اربع و خمس و تو مثلا سلس رو میدونی که تو ریاضی سلس میشه 1/3. پس این کلمه سلاست تو رو به یاد 3 میندازه. اربع از ربع بیاد تو رو به یاد 4 میندازه. خمس از خمس بیاد تو رو به یاد 5 میندازه. همینجا ترتیبیش هم نگاه کن چجوری میشه. مثلا خامس، ببین خامس از پنجه میاد، یه اومم باید بچسبونی تنگش. خب میشه چی؟ میشه پنجم. ستت و سبعت و ثمانیت رو هم زحمت میکشی حفظ میکنی. تسعت و عشر هم دوباره یه کد داره، میگیم تاسوعا و عاشورا چندم محرمن؟ نهم و دهم محرمن. عدد روندی هن دیگه. تاسوعا و عاشورا نهم و دهم محرم هستن. پس تسعت میشه 9، عشر میشه 10. گرفت چی شد؟ پس تسعت میشه 9، عشر میشه 10. به این صورت. بقیه عددها چی که تا عددهای بالاتر هستن، اینا رو چجوری بایستی حفظ بکنیم؟ ببین اونا همین شکلی ساخته میشن.
مثلا مگه ما توی فارسی نمیگیم 14 یعنی 4 و 10 کنار هم دیگه؟ مگه مثلا ما نمیگیم 17 18 19 این همش آخرش 10 داره دیگه؟ تازه عربی که راحت تر هم هست. این 4 رو بذار 14 14 17 7 با 10 دیگه میشه چی؟ 17 مثلا 18 18 19 19 به اینا هم شد چی؟ به اینا هم دیگه عددی که تا 19 به این صورت کنار هم دیگه ما ردیف کردیم. خب میخوام بدونیم چه تیپ سوالی از اینا مطرح میشه. تیپ اولی که از مبحث عدد بچه ها مطرح میشه اینی که بگه جای خالی رو بیاین با عدد مناسب شما پر بکنید. من یک کلید خوشگل بهت بدم. اگر اون کلمه حالا شروعش مثلا ال داشت، تو باید دنبال یک عدد ترتیبی باشی. گرفت چی شد؟ بالاخره دیگه باید ببینیم مثلا دنبال چه کلمه هستیم. تو میخوای بگی، من مثال بزنم، تو میخوای بگی 5 کلاس یا میخوای بگی کلاس 5م. گرفتی چی شد؟ اگه جای خالی اینجا باشه طبیعتا تو به چی نیاز داری؟ به یه عددی که ترتیبی باشه. اگه جای خالی قبل اینه پس تو یه عدد نیاز داری که چی باشه؟ اصلی باشه طبیعتا. مثلا میگه الفصل و 3 نقطه چین خریف. خب مثلا این 3 نقطه چین رو میگه درست پرش کنین. کدوم گزینه براش مناسبه؟ الثالث براش مناسبه یا کلمه ثلاثت براش مناسبه؟ خب من میدونم که فصل مثلا یا اول یا دوم یا سوم یا چهارم هر چیزی که هست، اینجا چیزی که من میخوام چیه؟ یه عددی که ترتیبی باشه. پس یه عدد ترتیبی من میشه عدد ثالث. به خاطر همین این گزینه رو من براش انتخاب میکنم. بچهای خوب من لطفاً فصل ها رو به عربی بلد باشین. الان من همینجا براتون تمرین کتاب درسی رو هم بیارم. شما میبینید که اینجا فصل ها مهمه. ببین اینجا مثلا ما با عدد ترتیبی اینجا رو پر کنیم. طبیعیه که چیزی که ما نیاز داریم یه عددی که ترتیبی باشه. بخاطر اینکه روز مثلا فلانم، روز چهارم، روز پنجم، فصل دوم، فصل مثلا نمیگم فصل دو فصل که نداریم که الان، وگرنه 2 باید قبلش میومد، مثلا 4 باید قبلش میومد، 4 فصل مثلا. روز فلانم از روزهای هفته، اسبوع هم که میشه هفته. روز احد تو رو به یاد چی میندازه؟ تو رو به یاد 1 میندازه، درسته؟ پس این میشه 1 شنبه. خب روز چندم هفته 1 شنبه است؟ روز دوم هفته. بخاطر همین کلمه ثانی رو من اینجا براش قرار دادم. روز چندم از روزهای هفته یوم الخمیس. خمیس رو به یاد چی میندازه؟ 5 باری کلا. پس میشه چی؟ 5 شنبه. روز چندم هفته 5 شنبه است؟ ممنونم عزیز. روز 6م هفته 5 شنبه است. فصل ها رو گفتم بلد باش. یه بار من اینجا برات می نویسم. ربیع یعنی بهار، تو همون گوشه بر خود بنویس. صیف یعنی تابستان. خریف یعنی پاییز. و شتا یعنی زمستان. خب میگه فصل فلانم در، حالا اینجاش نفهمیدی هیچ مشکلی نیست، فقط فصل شتا مهمه که میشه فصل زمستان. خب فصل زمستان فصل چندم ماه؟ فصل 4م ماه دیگه. تو مثلا اون ربع رو اگر تو ذهنت باشه یه آب وسطش بلند کنی میشه رابع.
فصل باز فلانم فصل خریف یعنی پاییز. پاییز از چندم؟ سوم. پس اینجا کلمه ثالث بایستی قرار بگیره. بریم سوال 5. میگه یأخذ میبره یا میگیره برنده اول جایزه طلایی رو و نفر دومه که جایزه نقره‌ای میگیره، نقره میگیره. پس طلا مال نفر اول، فضیت نقره مال نفر دوم ما هستش. خب تیپ دوم سوالاتی که از قسمت عدد مطرح میشه بچهای خوب من، تیپ دوم مربوط به سوالات ساعت و روزهای هفته است که گفتم حالا روزهای هفته با هم دیگه تقریبا توضیح دادیم. اینجا در مورد ساعت بیشتر صحبت کنیم. مثلا دو مدل داره، یا عقربه رو میده، مثلا ببین این ساعت که میشه ساعت 6 درسته، اینو میگه تو به عربی بگو چی میشه، یا عربیشو میده مثلا از ساعت الخامسة و نصف، میگه تو بیا عقربه های ساعت رو برای من رسم کن. چجوری ساعت رو متوجه بشیم؟ در مورد ساعت خیلی مفصل توی ویدیوی برگ تقلب عربی نوم توضیح دادم. اگه فرصت داری اون رو نگاه کنی حتما تو قسمت ساعت برو اون رو ببین. یه ما مرور بکنیم با هم دیگه. ببین اینجا عدد ساعتت میاد که خامست میشه 5. بعد از این 3 تا حالت پیش میاد، یا میشه تماما یعنی اون ساعت تموم شده، یا میشه اوروب یعنی 5 اوروب، یا میشه اونصف، ببین این اونصفه که میشه نیم، یا میشه الا. این خیلی مهمه، بچه ها همش قاطی میکنن نمیدونم چرا آخه. ببین اینا من همش رو برات بگم چی میشه به عربی. ساعت الخامسة تماما یعنی 5 تمام، الخامسة و ربع یعنی 5 و ربع، الخامسة و نصف یعنی 5 و نیم، الخامسة الا ربع. این تو رو خدا دقت کن چی نوشته، تو رو خدا دقت کن. خامسة الا ربع، الا ربع یعنی یه ربع مونده. پس الا ربع یعنی چی؟ یعنی یه ربع مونده. یه ربع مونده به 5 ساعت چند میشه؟ ساعت چند میشه؟ حواست باشه. اگر که ساعت 1 ربع مونده به 5 هست یعنی ساعت 4 و 45 دقیقه است. تو رو خدا دقت کنین بچه های من، چون میدونم خیلی اشتباه میکنین. گرفتی چی میگم؟ حالا که اینجا مثلا ساعت 6 تمومه می نویسیم از ساعت و سادست تماما، که این مدل توی متوسطه دوم برای امتحان پایه دهم رایج نیست. اکثر سوالات از این تیپ سمت چپ هست که عدد بده بگه تو بیا عقربه هاشو واسه من رسم کن. یه بار دیگه با هم یه عدد دیگه مثال بزنم مرور کنیم با هم دیگه. مثلا التاسعة و نصف رو با هم حل کنیم، عقربه هاشو بکشیم و الثالثة الا ربعا رو هم بیایم با هم دیگه انجام بدیم به علاوه العاشرة و ربع، اینا رو هم حل کنیم. ثالثة الا ربعا، الا ربعا بهت گفتم یعنی چی؟ یعنی یه ربع مونده. یه ربع مونده به 3 رو میگه بیا رسم کن. یه ربع مونده به 3 یعنی ساعت 2:45 دقیقه باید باشه. التاسعة و نصف، خودم یاد تاسوع عاشورا بیفت. تاسوع عاشورا بود 9 و 10 محرم، پس تاسعة میشه 9. پس ساعت 9 و نصف یعنی 9 و نیم رو باید بیای رسم بکنی. العاشرة و ربع یعنی ساعت 10 و ربع هست. این ساعت رو باید زحمت بکشی و رسم بکنی. پس این شد تیپ دوم سوالایی که از قسمت عدد مطرح میشه. بریم سراغ تیپ سوم بچهای من. تیپ سوم اما از سوالات عدد
مربوط میشه به محاسبات عددی. محاسبات عددی یعنی چی؟ اینو کلا خیلی تابلو محاسبات عددی، فقط یک کم کافیه که مغزت رو به کار ببری، خیلی ساده است. ببین، زائد یعنی به علاوه، ناقص یعنی منها، ضرب فی یعنی ضرب در، که بعضی موقع خود فی به تنهایی هم به کار میره، چون مثلا میگه 3 در 4 که تو فارسی ما همین رو داریم. تقسیم علا یعنی تقسیم بر، که بعضی موقع خود علا به تنهایی هم به کار میره. اینجوری چجوری سوال میاد یک مشت کلمه رو به عربی میده تو حالت جمله مانند، میگه اینو تو به ریاضی تبدیل کن، حالت رایجش اینه، تو بیا به ریاضی شده این رو بنویس برای من. چجوری این کار رو انجام میدی؟ من یه نکته رو اضافه کنم و بعد دیگه میتونیم کامل این سوال رو حل بکنیم. ببین، ما با هم دیگه تا حدود 20 رو یاد گرفتیم. خب من میخوام عددهای 20 30 40 50 60 70 80 و 90 رو هم بهت معرفی بکنم. ببین کلماتی که آخرش اونه یا اینه داره، اونه یا اینه داره، اینا عددهایی هستن که این مدلی هستن. یعنی تو الان یاد گرفتی الثالث یعنی چی؟ یعنی سوم. ثلاثت یعنی 3. ثلاثت عشر چند شده بود؟ 13. میگه حالا ثلاثون میشه 30. این باز تو همون راستاه، فقط عددی که آخرش اونه یا اینه گرفته میشه 30 40 50 60 70 80 90. این مدلی میشه. گرفتی چی شد؟ 20 میشه 20 یا 20. 30 میشه 30 یا تو بگو 30. 40 میشه 40 یا 40. 50 میشه 50 یا 50. 60 60 یا 60. 70 80 و 90 رو هم بگم. 70 70 80 80 90 90. این همین داستانه دیگه. مثلا نگون 90 یعنی 90. 19 یعنی 19. خود 9 یعنی 9. مشخصه دیگه. مشخصه. من اگه سری میگم به خاطر اینکه میخوام زمان ویدیو کم بشه که شما بتونید سریعتر مرور بکنید. اما نکته بعدی در مورد اعداد دو رقمی هست که بینشون و داره. مثل چی؟ مثل 23، مثل 47، مثل 59. این عددها بچهای من جای یکان و دهگانشون عوضه. یعنی ما اگه میگیم 23 عربا چی میگن؟ میگن 3 و 20. ما اگه میگیم 47 عربا چی میگن؟ میگن 7 و 40. ما اگه میگیم 59 عربا چی میگن؟ میگن 9 و 50. خب بریم 23 رو با هم بسازیم تو عربی. 23 ما نمیخواد بسازیم، فقط با سر جلسه حواسمون باشه که جای اینا رو عوض کنیم وقتی داریم محاسبات ریاضی میکنه. ببین توی عربی مینویسه 23. تو فقط باید حواست باشه که 23 جاشو عوض کنیم، میشه 23. 47 تو فقط باید اینو حواست باشه که وقتی میبینی 47 یا 40 این منظور 47. 59 9 میاد بعد 50 میاد 59. به این صورت. پس این هم میشه عدد
9. بریم با هم دیگه چند تا مدل سوال حل بکنیم. ببین اول خود تمرین کتاب برات حل کنم. میگه تسعون یعنی چند؟ یعنی 90. ناقص یعنی منها. عشرت یعنی 10. یساوی 80. این عملیات رو به صورت ریاضی اینجا بنویسی. 90 منهای 10 مساوی 80. آخرش رو هم ببین میتونی حرکتی انجام بدی. مثلا اگر اینجا رو نمیدونی خالی بذار، از ریاضی کمک بگیر. 90 منهای چه عددی میشه؟ 80. یا اگر مثلا معنی 80 رو نمیدونی چند میشه، از اینجا رو ولش کن، از ریاضی کمک بگیر. 90 منهای 10 مساوی مثلا 80 هست. خود مئت هم که یعنی 100 بچهای من. مئت هم یعنی 100. 100 با هم بریم تقسیم علی تقسیم بر 500 یعنی 5. حالا 20 اگه معنیش بلدی که چه بهتر. بلد نیستی خب اصلا همینجا خود حساب می‌کنی. 100 تقسیم بر 5 چند میشه؟ 20. ستت یعنی 6. فی یعنی ضرب. احد عشر یعنی 11 مساوی ستت و ستین. حالا یا اینو به عربی بلدی یا بلد نیستی، خودت اینجا تو ریاضی محاسبه میکنی. 570. فقط بهت چی گفتم؟ گفتم تو باید اینو بلد باشی در حدی که شناسایی بکنی. الان باید بدونی جای اینا جا به جاه. 570 70 میشه 70. 500 میشه 5. پس مجموع اینا از چند؟ 75. 75 زائد یعنی به علاوه 520. 520 جاش عوض میکنی 25 مساوی 100 یعنی 100. گرفتی چی شد؟ اثنان و 80 یعنی 82. تقسیم علی تقسیم بر اثنین 2 مساوی 41 41. اگه نمیدونستی اینجا مثلا کلمه اثنین هم میشه 2، میمد اینجا رو ولش میکردی میگفتی 82 تقسیم بر چه عددی میشه؟ 41. خب 82 تقسیم بر 2 که میشه 41. به این صورت بریم با هم یه دونه نمونه سوالش هم حل بکنیم بچهای من. نمونه سوال امتحانی حل بکنیم که بگم با طراحی آقای طباطبایی از استان سیستان و بلوچستان، آقای مهدوی ببخشید فکر می‌کنم آقای مهدوی از استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل زحمت در این سوال کشیدن. خب سوال 10 رو با هم دیگه حل بکنیم. میگه که عقربه ساعت رو زحمت بکشید و رسم بکنید. خب میگه الخامسه تماما یعنی ساعت خامس یعنی 5 و تمام 5. رابعت و نصف یعنی 4 و نیم. خواهش که ازت دارم الان سوال 11 رو میخوام حل کنیم. قبل از اینکه من حل کنم تو هم ویدیو رو استاپ بده حل کن، بعد بیا با من چک بکن. خب کلمه مئت یعنی 100 تقسیم بر 520 یعنی 25 مساوی 4 میشه که اینجا توی گزینه الف این اومده. حالا احتمال زیاد به شما گزینه ممکنه ندن، یعنی این گزینه ها هیچ کدوم نیست، میگن خودت زحمت بکش و اینجا رو برای ما پر بکن. اگه گزینه بده ارزشش میشه 25 صدم، گزینه نده ارزشش میره بالا، حالا یا 75 صدم یا 1 تون شاید براش در نظر گرفته بشه. ستت فی احد عشر، ستت یعنی 6 ضرب در احد عشر 11، 6 ضرب در 11 مساوی 66 میشه. پس 6 ضرب در 11 مساوی 66 میشه که اینجا احتمالا منظورش از تقسیم اینجا ضربه. حالا گزینه ب درست شده به این صورت. پس اینم از سوال چی بود؟ محاسبات عددی بود که ما تونستیم با هم دیگه این سبک سوال رو هم با هم دیگه حل بکنیم. بسیار عالی. خیلی خوب. بریم به سراغ تیپ دوم سوال که مربوط به سوالهای ابواب مزید. بچه ها
سوالای مربوط به ابواب مزید ببخشید که من واقعا وقت این موضوع رو ندارم که برای شما توضیح بدم مفاهیم رو و اینکه چرا و چطور این اتفاقات میفته. به حساب این موضوع بذارید که ما فقط میخوایم نمونه سوال رو حل بکنیم، بتونیم حلش بکنیم و توی این فرصت کوتاهی که شما تا امتحان دارید از پس امتحانه بر بیاید. به خاطر همین ما خیلی درگیر مفاهیم نمیشیم. دارم سعی میکنم چکیده موضوع، اصل موضوع و چیزی که سوال حل میکنه برای شما رو ارائه بدم. بچه‌های من درس ابواب مزید که درس 3 و 4 پایه دوام شما هست و اینم سوالای خاص خودش رو داره. ببین یه جدولی هست، جدول 8گانه ابواب مزید. این رو شما باید زحمت بکشین و حفظ باشین. یه لحظه وایسا من تصویرش رو براتون بیارم. خب این تصویر ابواب مزیده. حالا من درس 3 و 4 براتون یکی کردم، توی جدول درست کردم براتون و اینا رو کنار هم دیگه گذاشتم. شما این جدول رو حفظ باشین. حالا با اینکه باب چیه، چی کار میکنه و اینا کاری نداریم، فعلا فقط این رو حفظ بکنید. برای حل سبک سوالای ابواب مزید باید این جدول رو حفظ باشی. اما اگر فرصتی که الان داری تا امتحانت کمه، یعنی مثلا فرصت اینو نداری که بشینی جدول رو حفظ بکنی، من یه سری نکاتی بهت میگم که کمکت میکنه تا حد خیلی زیادی، حالا 80-90% سوالای این رو بدون این جدول حل بکنی. چه بسا سوال یه جوری بیاد که بتونی همش رو حل بکنی. مثل قبلا که میدونی چی کار میکنیم دیگه. این جدول باید حفظ باشه که مثلا باب افعال ماضیش افعله، مضارعش یفعلو، امرش افعل. مثلا اجلاس که افعاله، اکرام که افعاله، انکار که افعاله، ارجاع که افعاله. ماضی اینجوری میشه اجلسه. مثلا اگه بخوام من اجلاس رو بگم اجلسه، مضارعش میشه یجلس و امرش میشه اجلس. یعنی تو این آهنگ قرار میگیره. متوجه شدی چی میگم؟ این جدول اگه بتونی حفظ باشی که خیلی بهت کمک میکنه. اما اگه فرصتش رو نداری، من میام یه حرکت دیگه برات انجام میدم. خب سوالی که ازش بیاد اینجوریه، میگه مصدر فلان چیز رو به من بگو چیه. بعدم به 3 تا گزینه میده، یا 2 تا گزینه یا 3 تا گزینه بهت اینجا میده. ببین من توضیح بدم براتون مصدر چی بچه‌ها. مصدر یعنی یه حالت خامی که طرف داره اون کار انجام میده. مثلا ببین، مثلا یاد گرفتن، پوشیدن، این هیچ زمان و مکانی نداره. یاد گرفتن، پوشیدن، دیدن، خوردن، بردن، شستن، این یه چیزیه که زمان و مکان نمیشناسه اصلا. به این میگیم مصدر، حالت خام، حالت پایه اون کار انجام دادن. مثل کلمه اعتراف. الان تو اعتراف یه چیزی که تو هر زمان مکانی میتونه، اما اعتراف کرد دیگه مصدر نیست. اعتراف کرد خوش یه فعلیه که قبلا اتفاق افتاده. اعتراف خواهد کرد یه فعلی که بعداً اتفاق میفته، این دیگه مصدر نیست. اعتراف میکند یه فعلی که الان داره انجام میشه. پس مصدر حالت خامه و اینجا چیزی که میخواد به عنوان جواب انتخاب بشه یه چیزی باید باشه شبیه به این چیزی که اینجا هست. مثلا ببین تو با هم دیگه اصلا هم تمرین کتاب حل کنیم، هم این سواله رو حل بکنیم. مثلا خب الان مثلا سوال 9 رو دقت کن. میگه کلمه مصدر رو توی این جمله ببین کدوم گزینه مصدره. به نظر تو کدوم یک از اینا مصدره؟ مصدرها اصولا کلماتی هستند که اینی میشه خواهش کنم اینو بسپری تو ذهنت، میشه بسپری تو ذهنت. کلماتی هستند مصدرها که اکثرا شما با اینکه عربیان ولی توی زبان فارسی هم ازشون استفاده میکنین. الان ایران که اسم خود کشوره، اصلا ربطی به مصدر نداره، کاری رو انجام نمیشه که. از بین انقلاب، وقعت و فی سند کی مصدره؟ من میدونم که تو قطعا
الف رو برداشتی و تمام شده. دمتم گرم. گوش میدی چی میگم؟ یکی دیگه باز با هم دیگه حل بکنیم. من اینو جابجا بکنم یکم. اینجا صفحه 42 کتاب درسی شما هستش که این موضوع رو بررسی میکنه. تمریناش رو با هم دیگه حل کنیم. مثلا ما میخوایم مصدر پیدا کنیم. فقط ببین سوال مصدر اگه باشه نگاه کن. سوال 3 الان مصدره. این سوالا رو میخوایم با هم دیگه حل کنیم. میگه مصدر کلمه تعلمه رو بگو چیه. ببین قبول داری استعلام هیچ ربطی به تعلمه نداره، اصلا خیلی از هم فاصله دارن. از بین تعلم و تعلیم کی بیشتر شبیه این بنده خداه؟ تعلمه تعلم دیگه، این بیشتر بهش شبیه. گرفتی چی شد؟ اینجوری مصدر پیدا میکنیم. صفحه 42 و صفحه 60. صفحه 60 رو هم بیاریم، اینم با هم حل بکنیم. ببین الان دقت کن. سوال شماره 3 باز میگه مصدر میخوام از این. سوال شماره 7 مصدر میخوام از این. مثلا اینو حالت خامش رو به من بده. تقاعده، تقاعد بهش نزدیکتره، تقعید یا نزدیکتره یا اقعاد؟ اینو من میخوام تو بگی به من. اصلا معلومه که تقاعد، معلومه که جواب تقاعده. یعنی میگم بدون حفظ اون جدولم میشه سوالا رو حل کرد. مصدر اعترافه تعارف یا اعترافه. یعنی این مغز رو خواهشن نذار آکبند بمونه، بذار استفاده بشه. کدوم یک از اینا شبیه ترش بهش هست؟ معلومه که اعتراف بهش شبیه تره. پس این از حل سوالی که مصدر ازت میخواد. سوال بعدی که ازت میخواد میگه مضارع فلان چیز چیه؟ باز دوباره گزینه بهت میده 3 تا. گرفتی چی شد؟ چند تا حالت ممکنه بخواد. مصدر میتونه بخواد، مضارع میتونه بخواد، ماضی میتونه بخواد، امر و نهی هم میتونه بخواد که بهت میگم چی کار کنی. فقط خواهشی که ازت دارم و جلوی هر کدوم از اینا توی دفتر، توی جزوت یه توضیحی برای خودت بنویس که اینا رو بعداً بتونی مرور کنی. پس مصدر اگه ازت خواست یه حالت خامی که اکثراً توی فارسی هم کاربرد داره، شبیه باشه و زمان نداشته باشه دیگه، زمان مکان هم نداشته باشه دیگه. طبیعی که زمان و مکان اگه قرار بود داشته باشه که دیگه مصدر نمیشد. گرفتی چی میگم؟ تیپ بعدی میگه مضارع فلان چیز چیه؟ حالا مضارع فلان چیز چیه 2 مدله، یا اولش همزه داره یا اولش همزه نداره. حله؟ اینو این مدلی دارم میگم بهت اگه جدول حفظ نیستی. میگم اگر اولش همزه هست تو بیا چیکار بکن؟ به جای همزه یه بذار و تمام شد. اگه اولش همزه نیست مستقیم یه بذار تمام شد. چقدر جالب. یعنی چی؟ مثلا کلمه اعترفه، این میخوام بدونم مضارعش چی میشه. اولش همزه دیگه، به جای همزه یه بذار تمام شد. حالا این ایواش شاید یکم بهم بریزا تو طبق جدوله، ولی برای تو که خیلی مهم نیست. همون گزینه تو انتخاب کنی و بره. اگه همزه نداره مثل ها ولا، اینو مستقیم میخوای مضارع کنی. همزه که نداره اولش. مگه همزه داره؟ داره یا نداره؟ همزه نداره که. یه دونه یه بذار اولش تمام میشه میره. حالا درسته میشه یوهاولو، تو نمیخواد بیای بررسی کنی که چرا این اوش به هم ریخت. جدول بلدی که دستت در نکنه. بلد نیستی این حرکت رو بزن و تمومش کن. مثلا استعلمه، ببین استعلمه میگه مضارع این چی میشه؟ مضارع من استعلمه. همزه داره؟ بله، به جای همزه یه بذار. اینجوری میشه دیگه.
علم همزه نداره، اولش یه بذار دیگه تموم بشه بره. تمام شد. فکر میکردی یعنی تو اینجوری بتونی عربی حل بکنی؟ فکر میکردی خودت؟ من که بعید میدونم. سوال شماره 2، مضارع از حذر چیه؟ این که همزه نداره، خب یه دونه یه بذار اولش تموم میشه میره. تو رو خدا دقت کن، یا الان تو دقت کن، یه دونه تو اولش یه بذاری اولش وسطش آ در میاره، تشدید اینجا چی میشه؟ این چرا تشدید پک کرد؟ پس جواب تو گزینه آخر میشه. سوال شماره 6، مضارع از تعلمه چیه؟ یعنی میخوام تو اینو اول خواهشی که ازت دارم استوب بدی، حل بکنی، بعد بیای با من چک بکنی. اولش یه دونه یه میذارم، میبینم کی شد؟ گزینه وسط شد. چرا اولی نشد؟ خب من اولش یه گذاشتم، خود تر چرا حذف کرد؟ نمیذاره که. گرفتی چی میگم؟ داستان رو در بردی؟ این صفحه 42 رو حل کنیم. اینجا که میگه مضارع از استرجع چیه؟ مضارع استرجع چون اولش همزه است یه میذارم به جای همزه. ببینم کدوم گزینه رو انتخاب کنم. یراجعو، تو سه و ت رو چرا حذف کردی؟ معلومه که جواب گزینه شماره 3 میشه. همینجا هم بهت بگم که مستقبلم، حالا بهش کن جلوتر میگم، حالا بذار بگم دیگه. مستقبل هم سه و سوفه داره. حالا جلوتر بگم. مستقبل یعنی بخواستی بسازی اولش سه و سوفه بذاری، یا سه میذاری یا اولش، یا سوفه میذاری، که الان مستقبل این اولش باید سه داشته باشه، که جواب گزینه شماره 1 میشه. به این صورت پس تا اینجا چی شد؟ گفت مصدر بساز. ما گفتیم یه حالت خامی که تو فارسی هم کاربرد داره، شبیه اون بنده خدا هست، زمان هم نداشته باشه. مضارع بساز گفتیم که اگه همزه است به جای همزه یه بذار، اگه همزه نیست که مستقیم یه رو بذار و قرار بده. اما اگر گفت تو بیا ماضی فلان چیز رو برای من بساز، ماضی من فلان چیز، باز دوباره ببین ماضی که بهت میده اصولاً و اکثراً اینجا دو حالت ممکنه بذاره، یا مصدر بذاره بگه ماضیشو بگو، یا مضارع بذاره بگه ماضیشو بگو. اصولاً من ندیدم، خیلی کم پیش میاد که بخواد چیکار بکنه اینجا مصدر رو بذاره بگه تو ماضیشو بگو، چون میدونی ماضی و مصدر خیلی شبیه همن. اکثرا مضارع میذاره و از تو ماضی میخواد. خب تو برای اینکه مضارع بسازی اولش یه اضافه میکردی، حالا که ماضی میخوای اون یه رو باید ازش بگیری. یعنی چی؟ یعنی الان سوال اینجوریه که ماضی من یحاولو، خب این یه رو پاک کن دیگه لطفا. این چیزی که میمونه برات میشه ماضی. بعضی فعلا هم هستن که ممکنه همزه بگیرن، درسته؟ چون ممکن بود همزه هم بگیری دیگه. ماضی من، تو نمیخواد خودت درگیر کنی وای کی همزه بگیره کی همزه نگیره، اون خودت طراح میدونه کی همزه بذاره کی نذاره. اون هیچ وقت فکر نمیکنه کسی اینجوری یاد گرفته باشه، اون که به ذهنش نمیرسه کی داره اینجوری یاد میگیره. که مثلا ماضی یعترفو این میشه اعترفه، یعنی هم یه رفت کنار هم یه همزه اومد دیگه. بریم از اینم نمونه سوالش رو حل کنیم. مثلا ماضی من ینقطع، ببین تو الان اگر این یه رو پاک کنی، یه رو پاک کن ببین کی شبیهشه، حالا یا بدون همزه یا با همزه فرقی نمیکنه. اگه بدون همزه شده میتونی پیدا کنی؟ نه، همه بدون همزه نه نداره که. نه رو چرا پاک کردی؟ این چرا نه رو تو پاک کردی؟ نمیشه که. پس همین جوابه.
حالا این اگه همزه هم بذاریم که خودش مستقیما باز دوباره میشه. بعد بریم با هم دیگه، اینجا صفحه 24 هم بود دیگه، درسته؟ صفحه 42 و صفحه 60. حالا بریم اینجا رو با هم حل بکنیم. مثلا ماضی من یحاولو چی میشه؟ ماضیشو میخوای بذاری یه رو بذار کنار، یه رو بذار کنار. حالا ببین چی هست جلو دم دستت؟ کدوم یک از اینا هست که شبیهش باشه؟ اول تشدید چرا آوردی تو؟ تشدید چرا آوردی؟ فهمیدی چیکار کنی؟ عشق میکنی یا نه؟ یعنی لذت میبری یا نه از عربی؟ و در انتها سوال آخری که از این قسمت پرسیده میشه اینه که بیا به من امر یا نهی فلان چیز رو بگو چی میشه. همه ما میدونیم امر یعنی فلان کار رو بکن، نهی یعنی فلان کار رو نکن. اینا ساختارشون عین همه، امر و نهی ساختن عین همه، فقط یه مسئله که هست، این نهی اولش لا میگیره، این لا نمیگیره. معلومه دیگه، میگم فلان کار رو نکن، این صدا کار رو نکن یعنی چی؟ یعنی اینکه لا باید اولش باشه دیگه. مثلا اول بهت بگم چجوری بسازی، بعد مثال بزنم برات. ببین آخر این چیزی که اینجا بهت دادش، اینجا اگه آخرش او بود تو بیا تبدیلش کن به ساکن. همین اگر آخرش او بود میشه ساکن. اگر آخرش آنه بود، او نبود یا ای نبود، یعنی به هر نحوی آخرش نون بود دیگه. گرفتی چی میگم؟ آخرش یک نونی بودش، اون نونه رو پاک کن بی زحمت، اون نونه رو پاک کنید بی زحمت. میشه مثال بزنی برای ما؟ مثلا کلمه تو علمو رو میخوام امر کنم. ببین تو با اتفاقات اولش خیلی کاری نداشته باش، اتفاقات انتهاییش رو بیشتر مد نظر بگیر. گزینه‌هات هم اینه: علم، علمو و لا تعلم. بهت میگه امر بده، امر. وقتی میگه امر یعنی لطفاً آخرش اگر او هست ساکن بشه، پس آخرش باید ساکن باشه. این نمیشه، یا اینه یا اینه. این که نهیه، پس این جوابه. اصولا ما میگیم در ساخت امر، این جمله دقت کن، در ساخت امر یا نهی فرقی نمیکنه، امر البته، سر و ته فعل میره. گرفتی چی شد؟ سر و ته فعل میره، یعنی حرف اولش که ت بود میره، حرف آخرش هم که پرید دیگه. اگه او باشه ساکن، نون هم باشه پر میگیره دیگه. مثال بزنیم. مثلا تجلسونه، ما میخوایم بدونیم که امرش چیه. امر من تجلسونه. گزینه ها رو هم بدم: تجلس، اجلسو و یجلسانه. مثلا من گفتم امر که میخوای بیای سر و تهش بره، یعنی سر این بره، ته اینم بره. خب چیزی که میمونه چی میشه؟ آخرش باید او باشه. بله دیگه، الف زینت حواست هست دیگه، نه؟ تنها چیزی که آخرش اوه همینه دیگه، این نونه نباید باشه. تموم شد. حالا اولش اگه اضافه شد که دستش درد نکنه، اضافه نشدم که باز دستش درد نکنه. بریم مثال حل بکنیم. مثلا
دقت کنید میگه امر از ترسلو رو من بگو چی میشه. بهت گفتم اول با آخرش کار کن. او اگه اومد باید آخرش ساکن باشه. این که آخرش ساکن نیست، این که آخرش ساکن نیست، فقط همین آخرش ساکنه. فقط همین آخرش ساکنه. یعنی عشق میکنی یا نه؟ بریم اینجا رو هم با هم حل بکنیم. امر از تمه او رو با هم بریم. گفتم آخرش ساکن باشه. او بیدین هر سه تا آخرش ساکنه. چی کار کنم؟ کاری نداره. گفتم سر و تهش رو بزن دیگه. این سرش هم بزن. خب ببین چی میمونه. استمع به این چیزی که اینجا داری شبیه تره. تسمع از تشدید داشتی که تو بخوای بیای. خب بعد تو سر و تهش رو زدی. گزینه 3 چرا وسطش هم زدی؟ تره گرفتی ازش تو. تره که چرا گرفتی؟ از طریق رد گزینه میتونیم به جواب برسیم. نهیم همون امره، فقط یه لامی کار اولش. یعنی اگه آخرش اوه ساکن میکنی، اگه آخرش نون هست نونو پر میدی. ببین الان تحت فعل آخرش باید ساکن باشه اگه نهی میخواد بشه. آخرش ساکن نیست، آخرش ساکن نیست، آخرش ساکن و تمام. گرفتی چی شد؟ گرفتی چی شد یا نه؟ نهی از تقبلونه. دقت کنید گفتم امر و نهی آخرش رو باید کار داشته باشی. نونش رو پر بده. ای بابا نون همه پر گرفته است. اول همه هم که لا داره. پس ما چیکار کنیم؟ خب تو نگاه بکنیم بنده خدایی که اینجا هست کی به شبیه. این تشدید داره وسطش. تشدید رو چرا پاک کردی؟ تشدید رو چرا پاک کردی؟ معلومه جواب میشه گزینه شماره 3. معلومه این اتفاق میفته. به این صورت گرفتی چی شد یا نه؟ حالا عشق میکنی یا نه؟ حالا یه تیپ دیگه هم هست. یه جدولی میده. مثل یه استراحت کوچیک بکنم من برمیگردم. خسته نباشید بچهای من. یک سبک سوال دیگه هست که شما بایستی نوع یک فعل رو تشخیص بدید. حالا یا به صورت جدولی میاد مثل سوال شماره 15 که توی نمونه سوال براتون آوردم، یا مثل 14 میاد که میگه خودتون بنویسین. در صورت هر دو مدل تقریبا یکیه. خب چجوری باید این سوال رو حل بکنیم؟ قبل از اینکه به حل این سوال بپردازیم باید بدونیم اون چیزهایی که سوال از ما میخواد رو چجوری برای خودمون شناسایی بکنیم. پس سوال اسمش چیه؟ ای نوع الافعال. می نویسم عربیشو. ای نوع الافعال، یعنی نوع این فعله ها رو بیاسم مشخص کن. حالا یا زیرش خط میکشه میگه این چیه، یا به جمله میده میگه اینا رو بر من پیدا بکن. یه قبلا این خاطرت باشم چند دقیقه پیش گفتم که فعل مستقبل فعلی که اولش سع یا سوف داشته باشه. این فعل بهش مستقبل. ببین به ترتیبی که میگم لطفاً پیدا کن. یعنی اول برو دنبال مستقبل. مثل چی؟ مثل سأکتبو. مثل چی؟ مثل سوف نقدرو. اینا مستقبله. از کجا فهمیدی؟ خود چون که با اجازهتون سوف داشتم. تمام شد. فعل مضارع دنبالش باش. فعل مضارع دنبالش باش در مرحله بعدی. فعل مضارع رو چجوری پیدا کنیم؟ اصولا فعل مضارع بچهای من فعلی که اولش یکی از حروف تینا وجود داره. اولش یکی از حروف تینا وجود داره. حالا آخرش خیلی مهم نیست چه اتفاق میفته. آخرش هم یا او داره یا نون داره. مثل چی؟ مثلا یعلمو. الان دقت کنید اول این چی داره بچهای من؟
اولین یه داره که یه جزء حروف تینا دیگه. تینا ت و ی و نون و همزه، ت و ی و نون و همزه ا. مثل چی؟ مثل نقدرو. اولش چی داره بچه های من؟ نون داره. نون هم جزء حروف تینا. مثل چی؟ مثل یعلمونه. اولش چی داره عزیزای من؟ یه داره. آخرش هم نون داره. اینجا مثلا آخرش او داشت، اینجا آخرش او داشت. این فعل مضارع. اینجا رو خواهشاً توی دفتر بنویس که ما نمونه سوال حل بکنیم بتونیم باز این کار رو از پسش بر بیای. فعل امر مشخصه اصلیش چیه بچه‌های من؟ حالا امر یا نهی دیگه. نهی تقریبا همون امره که لا داره دیگه. اول اینو چک بکنید. اول چک کن آخرش ساکن داره یا نه. اگر یک فعلی آخرش ساکن داشت تو رو خدا اونو بگیرش. امر. ببین بچه‌های من لطفاً اول دنبال مستقبل باشید، بعد مضارع باشید، بعد دنبال امر و نهی باشید، بعد دنبال ماضی باشید. شماهایی که بلد نیستی، شماهایی که اون جدول فرصت نکردی مطالعه کنی بخونی، شماهایی که متوسطی که درب و داغونه پایه نداری، خدا رو چون خوشش هم هستی میخوای سوالا هم جواب بدی، اشکالی نداره. فقط این کارهایی که میگم رو انجام بده. از اولش چک کن آخرش ساکن داری یا نه. این چی میشه؟ این میشه به اصطلاح داستان امر شما. بعد مسئله بعدی چیزای دیگه که میتونی چک بکنی اینه که مثلا چه میدونم کلماتی که آنه، اونه یا اینه دارن، این نونش یادت میاد حذف میشد، چیزایی که مونده براش بمونه. یعنی چی میشه؟ یعنی مثلا آخرش آ باشه، آخرش او باشه، آخرش یه باشه. به این صورت این میشه امر. برای فعل ماضی هم عزیزای من، فعل ماضی هم بهتون بگم که آخرش اینو می‌نویسه، آخرش یا ت داره یا ت داره یا تو داره یا تم داره یا تو نداره یا نا داره. می‌دونی چی میگم؟ مهمتریناش اینا هن. آره. یا ت ساکن داره، مهمتریناش اینا. یا توما داره. آره. اگه بتونی خب اون جدول اول کتاب که فعلای ماضی رو درس داره شناسه‌هاشو حفظ بکنی که چقدر خوب، من که همونو میخوام. اما اگه فرصت نداری فعلا این بهترین راهی که میتونیم براش در پیش بگیریم برای تشخیص فعل ماضی. مثلا کلمه جعلتم فعل ماضی بخواد آخرش تم داره. کلمه جعلنا فعل ماضی به خاطر که آخرش نا داره. فعل جعلت ماضی به خاطر اینکه آخرش ت داره. حالا یا ت یا ت یا تو هر چیزی که هست. بریم ما هم توی نمونه سوال بهت گفتم اول چیکار بکن؟ اول مستقبل رو پیدا کن. اول مستقبل رو پیدا کن. مستقبل کیه؟ مستقبل چیه؟ مستقبل کجاست؟ مستقبل کلمه‌ای که اولش س یا سوف باشه. پیدا کن. اولش س باشه یا سوف. این که نیست، این که نیست، این که نیست. آها این هست. سافتح اولش س داره. اینو میای اینجا مینویسی. بعد گفتم برو چیکار کن؟ مضارع پیدا کن. این نفیه، اشتباه شده. نفی. مضارع پیدا کن. مضارع گفتم اولش حروف تینا باشه. اینجا چرا نوشته نفی؟ نفی یعنی لا داشته باشه اولش. همین. نهی پس چی بود؟ نهی اولش لا بود. الان بهت میگم فرقشون چی بود. اگه خودت دقت کرده باشی میتونی کارو در بیاری. ببینم میتونی این کارو بکنی یا نه. خب از بین دوتایی که لا داره اینجا، لا تنصرونه و لا تقطع، به نظر تو کدومش نفی مضارع کدومش نهیه؟
معلومه اونی که آخرش ساکن داره نهیه، یعنی لا تقطع نهیه. از اون طرف لا تنصرون نفی مضارع است که اگه این لا رو برداریم تو میبینی که اولش یکی از حروف تینا است، آخرش هم یا او یا نونه. درجه چی شد؟ حالا بعد دنبال چی برو؟ دنبال امر برو. دنبال امر برو. گفتم فعلای امر لطفاً اول چی رو چک کن؟ آیا کلمه‌ای داری آخرش ساکن باشه یا نه؟ بله، کلمه اکتبر رو ما اینجا داریم که آخرش ساکنه. پس اینجا میایم می‌نویسیم اکتبر. فعل ماضی رو من از کجا پیدا بکنم؟ فعل ماضی به چی گفتم؟ یه لحظه برگرد اینجا. تحت تومتوماتو ننا. بگو تحت تومتو ننا. حله؟ ببینم میتونی پیدا کنی؟ بله، کلمه جعلنا. این میگه نفی ماضی. خب ماهی که گذاشت منظورش بود منفی کرده. تموم شد. الان ببینید چه فعلایی برات مونده. این که اسرت که تیگرد داره، این که اصلا اسمه. تیگرد که مال اسمه. تخته پاک شد، اکتبر پاک شد، تنصرون پاک شد، جعلنا استفاده شد، 3 هفته استفاده شد. 3 کلمه برات مون، 3 جای خالی. به نظر تو از بین کانا یخرجون ذهبوا و اقتدار کدوم کلمه مصدره؟ یادت میاد مصدر چی بود؟ یه کلمه‌ای که تو فارسی هم به کار میبریم، ریشه داره، فعل نمیمونه اصلا. از بین کدومش تو فارسی به کار میبریم؟ معلوم کلمه اقتدار رو تو به کار میبری توی فارسی. پس اقتدار مصدره. دیگه حالا از بین یخرجون و ذهبوا کدوم؟ یعنی یخرجونه که معلومه با اون یهی که داره، با نونی که داره، ماضی استمراری کانه. کانه رو هر موقع دیدی یعنی استمراری. یعنی مال نهم شما بود دیگه. کانه هر موقع اولش اومد تو قسمت استمراری باید نوشته بشه. پس کانو یخرجونه میاد تو قسمت استمراری نوشته میشه. فقط یه دونه ذهبوا میمونه که میاد تو قسمت ماضی نوشته میشه. به این صورت. همین سوال 14 رو هم با هم دیگه حل بکنیم. 14 رو با هم دیگه حل بکنیم. من علامتاشو بذارم. میگه نوع این افعال رو مشخص کنید. آخرش ساکن داره، انظر. پس می نویسم امر. آخر این ساکن داره، لا هم داره. پس می نویسم نهی. آخر این ساکن داره، می نویسم امر. یرحمو که اولش یکی از حروف تینا رو داره. پس می نویسم مضارع. تمام شد. گوش بدید چی میگم؟ به این صورته. خب مسئله بعدی که شما بایستی توی امتحانتون لحاظ بکنید و بلد باشید بحث رتب کلماته. یک سوالی از بچه ها خیلی اصلا غافلگیر میشن، نمیدونن این سواله رو چجوری باید جواب داد. حقم دارن، خیلی سوالش عجیب غریبه. اگه ندونی قلقش چیه، رتب کلمات یعنی کلمات را مرتب کن تا جمله بشه. یه چند کلمه شرخته بلخته در هم بر هم بهت میده، اینا رو میگه مرتب کن. کلکش اینجایه که اینها اکثرا اینجوریه. یک دونه قسمت داره تحت عنوان سوال، یک دونه قسمت داره عنوان تحت جواب یا پاسخ. این سوالا از اینجا میاره. ببین من بذار بهت نشون بدم. ببین کلا 4 تا درس، 3 تا درس شما حوار داره. یه بخشی داریم تحت عنوان حوار یا گفتگو. صفحات این رو یادداشت کنید لطفاً. صفحه 41. ببین حالا تو از اینجا کجاهاش سوال میاد؟ اونجا که سوالیه، یعنی این دیگه که سوالی نیست سوال نمیاد. این دیگه که سوالی نیست سوال نمیاد.
اینجا سوال میاد از اینجاش هل عندکم بطاقات الدخول، اینا رو باید حفظ کنی ها که بتونی سر جلسه مرتبش کنی. کم عدد المرافقین که اینا رو دیدی بتونی مرتبش کنی عزیزم. من ای بلد انتم، اینا سوالی هن دیگه. این ستاش چی؟ میاد. صفحه پس چند شد؟ صفحه 41. میای اون قسمتی که حوار داره، تو هر درس که حوار هست، تو قسمت حوار، توی گفتگوش، توی قسمت گفتگو اینها رو میای و می نویسی. حالا من ببینم حوار پیدا کنم. آها اینجاست. مثلا ببین، مثلا توی این همه چیزی که هست کدوم جمله ها مهمترن؟ اونجا که سوالیه دیگه. کیف وجدت ایران، و جوابش که این بره. هل ذهبت الی ایران من قبل، که جوابش این بره. من ای مدینه انت، که جوابش اینجاست. کم مرة جئت لزیارت، که جوابش اینجاست. هل حضرتک من العراق، که جوابش اینجاست. پس اینا مهمترای حوارن. منبع طرح سوال رتب الکلمات چیه بچهای من؟ منبع طرح سوال قسمت حوار هست که باید زحمت بکشین حفظ بکنین. این هم از قسمت قواعدی کار. یه دونه نمونه سوالم که من اینجا الان براتون باز مجددا میذارم از روی اینم، اگر دوست داشتید اسکرین شات بگیرید. در بذار از همین سوال یه دونه حل بکنیم. مثلا همین چیزایی که با هم دیگه حل کرده بودیم، همین سوالش اینجوریه دیگه. رتب الکلمات، اول بذارین حل بکنیم. رتب الکلمات مرتب بکنید، بعد سوال و جواب بر اساس فارسی بنویسید. مثلا اگر تو اونجا حفظ بودی میدونستی که اولش اینجوری شروع میشه: عین زملا او که یا اخی، جوابش هم میشه هم جالسون فی قاعة المطار. به این صورت نوشته میشه. گوش میگم به این صورت. خواهش بعدی که ازتون دارم، کلمات پرسشی رو بلد باشید. کلمات پرسشی اگه بلد نیستم یا می نویسم کیف چطور یا چگونه. لماذا یعنی چرا. این یعنی کجا. من این یعنی اهل کجا. کم یعنی چند تا. مثلا وقتی میگه کم زملاؤک یعنی همکلاسیات چند تا هن؟ مثلا این سوالم خیلی دوست داشتنی ها. ببین این سوال این سوالی که میگه کم عمرک، کم عمرک، سنت چقدره؟ سن تو 15 خمسه هرچه میشه 15 دیگه، درسته؟ یا الخامس، خامس میشه 15 دیگه، درسته؟ سن تو 15 یا 15 معلومه که سن تو 15 دیگه. معلومه که سن تو 15 دیگه. این کلمه پرسشی رو خواهشاً حفظ کن. مثلا من یعنی چه کسی، ما یا مازا هم یعنی چی. این چند تا کلمه پرسشی مهمی هستش که به شما کمک میکنه بتونید توی امتحان موفق باشید. حالا من اینجا یه دونه دیگه هم با حل بکنیم. من از این مشخص مثلا این تینا داره میشه فعل مضارع، این باز میشه مضارع، درسته؟ این مثلا میشه بگو آفرین ماضی، این میشه مثلا امر یا
دستوری دور فقط حفظ بکنید که چرا ماضی شد، دلیلش رو نمیخواد یاد بگیرید. هم ماتو هم انتبهو هر دو ماضی هستند. بس اینها هم با توجه به دانشی که به دست آوردیم تونستیم حل بکنیم. این سوال رو هم باز با هم بریم بزنیمش. میگه مضارع از هابلد چی میشه؟ مضارع گفتیم یه به کار اولش رو تمام بشه. امر رو گفتیم سر و تهش رو بزنید لطفاً. به این صورت میشه. مشخصاً جواب گزینه شما چرا اینجوری شد؟ ماضی یتکلم و یه رو پاک کنید لطفاً. تکلمه. مصدر استعلمه استعلام بگیرید لطفاً. استعلام بگیرید. به این صورت ما تونستیم سوالات رو حل بکنیم. حالا من اینجا براتون یک نمونه سوال دیگر هم میارم، شما اگه خواستید عکس بگیرید یا یادداشت بکنید. این مثلا قسمت ترجمهش به حفظیه دیگه، واقعا قسمت ترجمه کار حفظیه. ببینید فقط سبک سوال چه شکلیه، لغت میده، میگه معنی بکنید، مترادف متضاد میذاره. یعنی من از هفتم ترم یک که شما رد شدید رفتید تو هفتم ترم دوم، همه سبک سوال عربی این شکلی تا پایان 12 امتحاناش این شکلی. این اولش میاد یا لغت یا ترجمه است، میگه مشخص کنید مفرد این چی میشه، جمع این چی میشه، بعد ترجمه گزینه‌ای داره، بعد میاد جای خالی میده، بعدم که سوالات قواعد و در انتها درک مطلب شروع میشه. اگر نمیدونی سوالای درک مطلب رو چجوری حل بکنی، چون اصولا توی پای دهم درک مطلب نمیدن. درک مطلب رو برای پایه دهم نمیدن، به خاطر اینکه به جاش رتب الکلمات میدن. اما یه عزیزی دوست داره فرصت داره بدون سوالات درک مطلب هم چجوری حل کنه، سوالای درک مطلب رو لطفاً تو همین کانال خودم توی قسمت برگ تقلب، قسمت اول برگ تقلب، لطفاً اولش هم حل سوالای درک مطلب، سوالای درک مطلب رو ببینید و حل کنید. و من امیدوارم که بتونید نمره خوبی رو توی امتحان به دست بیارید. اگر جایی رو سوال داشتید، مشکل داشتید، حتما توی دایرکت اینستاگرام یا تو همین کامنت ها توی آپارات یوتیوب برام بنویسید، با من در ارتباط باشید. اگر جایی رو متوجه نشدید، باز میگم هم تو کامنت هم تو دایرکت ازم سوال بپرسید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.